بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان را و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهیدان رو. در ادامه شرح کوتاه نامه 53 رسیدیم به اینجا که امیرالمؤمنین فرمودند احب الامور، محبوب ترین امور برای مسئولان باید امری باشد که سه ویژگی داشته باشد. اوسطها فی الحق، نزدیکترین کاری که به حق نزدیکه. اعمها فی العدل، اون کاری که بیش از همه عدالت را گسترش میدهد. و اجمعها لرضا الرعیه، اون کاری که رضایت توده مردم رو بیش از همه به دست می آورد. بنابراین مردم خیلی اهمیت دارن در نظام اسلامی. رضایت توده مردم اهمیت داره با دو شرط حق و عدل. اصولاً به دست آوردن رضایت مردم برای همه ماها خوبه. تو جامعه زن و شوهرها، پدر و فرزندها، همسایه ها همه به دنبال جلب رضایت یکدیگر باشن. برای مسئولان این لازمتر و واجبتر هست. انشالله برسیم به درجه‌ای که همه از یکدیگر مردم مسئولان راضی و خوشنود باشند. خدا هم از همه راضی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.